گاهی یه عطر یاد یه فصل رو زنده میکنه، مثل خورشت ناردون که مزه پاییز رو داره. درود به همه شما دوستان نازنین، امید که حال دلتون بهتر از دیروز باشه. تو این ویدیو طرز تهیه خورشت ناردون خوش عطر و مجلسی رو با هم یاد میگیریم. پس با من همراه باشید تا مرحله به مرحله تهیه این خورشت خوشمزه رو ببینیم. زیرنویسا رو دقت کنید. اگه دوست داشتین، اگه این ویدیو براتون مفید بود، خوشحال میشم که لایکش کنید.